خب چیزی که میخوام امروز بهتون نشون بدم اینه که کسایی که آیفون های 5 شون اومدن جیل بریک کردن بعضی به این مشکل میخورن که این اپلیکیشن ودرشون کار نمیکنه. برای اینکه این مشکل از بین ببرین باید برین توی قسمت سیدیا. تو سیدیا که اومدین بیاین قسمت منیج سورس. توی سورس بالا سمت راست دکمه ادیت رو میزنین، بعد بالا سمت چپ دکمه اد رو میزنین. ما میخوایم اینجا بیایم چیکار کنیم؟ میخوایم این XLIs رو بیایم اد بکنیم، سورسش رو میزنیم. بعد همین چیزی که من تایپ میکنم شما اینجا تایپ میکنین cydia.xli.com. بعد دکمه اد سورس رو میزنین. من چون قبلا زدم دیگه من نمیزنم. اد سورس رو که زدین میاد اینجا این پایین این قسمت رو براتون اضافه میکنه. بعد وقتی که این اضافه کرد میایین تو قسمت سرچ. تو قسمت سرچ که آمدین تایپ میکنین iOS 6 weather. خب اینجا میبینید سومیه که اینجا بهتون میده که زده iOS 6 weather app fix. اونی که سمت چپش علامت ضرب داره اون رو میرین داخلش و اینستالش میکنید. اینستالش که تمام شد ریتن تو سایدیا میزنین و میایین از سایدیا بیرون، مشکلتون حل میشه. امیدوارم که کمک کرده باشه.